بری دستپیکا شورش سوریه د آدار 2011 دا رج بو آواکرنا پارتیان لسوریه ندهات داین و به تایبت کو او پارتی لدجی رژیما اسد به پشتی دستپیکا شورش و آوابونا هجمارک مزنج پارتی و آلیین سیاسی کو پرانیا وان دبیجن ام لدجی رژیمینه نها هجمارک کسایتن اپوزیسیون سوریه آمادکارین آواکرنا پارتیک نو بناوه شپیلا سوریا یا پیش روژه انگو تیار سوریه الغد دکن و او دبیجن ام لگل مافه کردانه لسوریا. أول شيء أي مشروع بيفرض من برا چو پروژه جدر وی سوریه هبه از لدجم از ببریار گل سوریه رامه اگر گل سوریه پرچوبونه بخوازه یا نه کنه وصابه او تی واتای کو از نه دموکراتم و نجی گرگ بو کو شورش رابه به و نجی سوریه یا کنو بخوازن ام دی سوریه یا کنو چه بکن کو بریار یا ولاتین سوریه به ام به دولت بونه کردان رانه اگر او بریاره بستینن هر وها توهیا پکهته دین این سوریه و به فدرالی رمجی اگر کرد و یکی بخوازن دی گرکه یکی یک چه به و کرد لسه بریاره که ببنيك موحد من قبل الأكراد. چپیلا سوریا پیشروژه بریار د سر مها بیدا ور راگهاندن و نها شانده کوی سردان حریما کردستان دکه و ایرو وی شانده سردان اوفیسا نویناراتیا انجمن اجتماعی کرد لسوریا کر. گفتگو هات کرن جبو دامزرادنا روتك انگو تيارك نو اوبزوني ج حمو بكاتي سورا ما خص ما دنجنا راضي بوني داخل كرن انه اما شريك ائتلافنا الائتلاف الظلمه كلمه كي حافك حقي مدد كي هلو سك اريني قلت ان امج ائتلافي بري بهتر في تياري واي نودا امي تقبلها دوزا كردي داخوازي وما في ملتي كرد بكن لگوری اندام شپیلا سوریا پیش روژه کو باریا وان به سوریا که هفبش جبو همو پیکاتین و اول دجی سوریا که اسلامینه هر وها او پشتگیری ارتش آزاد سوریا دکن و لدجی داعش و جبهة النصرانه. وجيش الإسلام يعني هو ما له علاقة بجبهة النصرة. ارتش اسلامی ارتش سوریا آزاده و نگری دایه به جبهة النصرة و گروپین بلیستا تروری ده و جمافی وانه ببن سروک شاندا دانوستاندنان لجونیف سیده محمد علوش نه دولتا سوریا اسلامی دخوازه او بناوی ارتش آزاد شردکن و تنه ناوی وان ارتش اسلامیه و جبهة النصرة نه بسر ارتش آزاد ویه او دلیستا تروری ده کرد پیکاتیا سرکنه د سوریه ده و از نابینم که ولاتیک سوری هبه که سوریا که به کردان قبول بکه کرد وی بمینن بشک سرکه د سوریا دموکرات ده و ایمان آمه به مافی کردان هیه از پارچابونا کردان قبول ناکم ام به مافی کرد سوریه رنه ده هندره سینور نورمالی سوریه ضمن الحدود الطبيعية لسوريا. دوهجی شاندا شپیلا سوریا پیش روژه به سروک حریما کردستان را مسعود بارزانی را جویا بو و داخوازا پشتگیریا وی کربون هر وها شر ترورجی گنگشه کربون.